فردین هستم، البته امینشون. ما اینجاییم که هیچ کس تو این فضای ریدبال دروغ نبنده به شکمتون. ما اینجاییم تا دهنشون رو بساییم. شاخ مجازی اینجا شاخشو خورد میکنیم تو آستینش. ما رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید تا این بریز به پارشای مجازی رو از دست ندید. بریم که داشته باشیم. مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که راجع به پشت پرده‌های پنهان و جنجالی محمد رضا گلزار و همچنین رسانه تیوی پلاس از جمله مدیرش حمید فرانی راد با شما صحبت بکنیم، چرا که چند وقت پیش یک مصاحبه‌ای رو رسانه تیوی پلاس با آقای گلزار کرده بود که البته این مصاحبه کاملا ساختگی بود، سوال جواب همه مشخص بود که حالا جلوتر راجع بهش صحبت می‌کنیم. خلاصه گل میگفتن و گل میشفتن و دور همدیگه بودن و یه گلی هم زده بودن و یه توهمی و خلاصه تا تونستن تو این مصاحبهشون به ما تیکه انداختن. ما هم که اینجا عباس باتریساز سکین سبزی فروش نیستیم که یهو می‌بینیم اونجا قشنگ اینا رو چیز می‌کنیم می‌ذاریم کنار اونورا پایین، ولشون نمی‌کنیم که. البته این تیوی پلاس و این حمید فرانی را گویا یه مقداری میلولن، یعنی دوست دارن ما جوابشون بدیم و میخوان واقعا سطح شعور و سوادشون رو به رخ مخاطباشون بکشن. چه کاری با بشین سر جا، چرا اسم ما رو میاری قربونت برم؟ قشنگ میخوای میزان شعورتو اثبات بکنی به بیننده با این سبک مصاحبه و با این سبک اجرا. حالا امروز جوابتون میدیم، همچنین جواب آقای گلزار رو میدیم و این مصاحبه‌ای که از دید من بیشتر شبیه جوک بود تا یک مصاحبه چالشی و چالش. البته این سبک مصاحبه‌ای که تیوی پلاس انجام میده بیشتر جنبه چاپلوسی و تخم مرغ توی یخچال مالی داره و لابلاش 4 تا اسپانسر گرفتن، میخوان اونا رو تبلیغ بکنن و کاملا این قضایه خب اون کسایی که بیننده‌های حرفه‌ای باشن و عاقل باشن کاملا متوجه میشن. اما قبل از اینکه من این برنامه جنجالی رو شروع بکنم و حسابی اطلاعات جالب و باحال داخلش داریم و قرار به شما بدیم، لطفی بکنید اگر کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب نکردید، دکمه قرمز رنگ این پایین هست نوشته سابسکرایب، اگرم گوشیتون فارسی هستش روی مشترک شدن بزنید. اگر دوست داشتید لایک کنید، خوشتون نیامد دیسلایک بکنید. خیلی دیگه حال کردید برای دوستاتون به اشتراک بذارید و این برنامه هم اصلا برای طرفدارای گلزار تیوی پلاس توصیه نمیشه، چون به حال ببینم ممکنه حالشون بد بشه. بریم یه بالا رو ببینیم، بیایم با شما هست. بچه‌ها با یک قسمت دیگه اومدیم. تویی که بی‌خاصیتی، تا دست بی‌هنری، تویی که فقط کبوده ریدر تو استوری کنی، تویی که دزدی میکنی از این رو اون ککت هم نمیگزه، تویی که بوی چست کف اینستاس تو دماغمون بیرون نمیره، این نوید رو بهت میدم که میخوام تا دسته بسایمت. شما هم که کنجکاوین که بدونی چطوری میخوام این سایش رو به ثمر برسونم، ما رو سابسکرایب کنید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. Please subscribe us. بله، شروع میکنیم این برنامه رو. همونجوری که در ابتدای ویدیو هم گفتم چند روز پیش یه دونه ویدیو منتشر شد در رسانه تیوی پلاس که آقای گلزار هم این ویدیو رو در پیج اینستاگرام خودشون به اشتراک گذاشتن در 2 پارت. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که نسخه‌ای که آقای گلزار توی پیج خودش گذاشته با نسخه‌ای که تیوی پلاس منتشر کرده 2 تا نسخه متفاوته. یعنی نسخه تیوی پلاس نسخه سانسور شده است و نسخه آقای گلزار بدون سانسوره. و کدوم قسمتش سانسور شده؟ اون قسمتی که راجع به ما صحبت کرده و به ما تیکه انداخته توی سایت تیوی پلاس و پیج تیوی پلاس سانسور شده، اما تو پیج آقای گلزار بدون سانسوره. که لطفا اگر دوستان توضیح بدن که چرا مال ما رو تو سایت سانسور کردن اونجا سانسور نکردن، ممنون میشیم ازشون. این نکته اول. تیوی پلاس هم خب وضعیتش مشخصه، یعنی یه نگاهی به تاریخچه تیوی پلاس بکنید شما یادتون نمیاد قبلا تیوی پلاس روی پیج اینستاگرامش یه دونه متن نوشته، تو پروفایلش نوشته که تیوی پلاس حامی ستاره ها، یعنی یه چیزی تو مایه‌های تخم مرغ مالی و خایمالی ستاره ها. منظورش این بوده همه جای دنیا رسانه ها حامی مردمن، توی ایران تیوی پلاس حامی و خایمال ستاره ها و اصطلاحاً سلبریتی هاست. خب تکلیف مشخصه. هدف و سیاست رسانه ما که پاپاراتزی هستش این هستش که افشا بکنیم پشت پرده های سلبریتی ها رو و بگیم که این سلبریتی ها
اونجوری نیستن که نشون میدن، زندگیشون فیکه و واقعیت زندگیشون اینه. حالا وقتی یه رسانه میاد میگه ما دروغ میگیم که حالا جلوتر بهش میرسیم و میاد میره پشت سلبریتی ها قایم میشه و حسابی اون انقدر بابا دیگه لامصب، بعضی هستن آروم، بعضی هستن یه جوری میمونن پوست میندازه. شما این سلبریتی ها رو چیزاشون انداختید توی دهنتون مثل آب نبات دارید قورت میدید و یه مقداری یواشتر ولک شید کوی ولی به قول عربا. خلاصه این داستان تیوی پلاس شد. پس طبیعتاً زاویه‌اش با ما مشخصه، چون جایی که اونها از اون قسمت دارن پول در میارن، دارن رانت میکنن، دارن لابی میکنن، جایی هستش که ما در رسانه‌مون هدفه بعد راجبش افشاگری بکنیم. ولی تفاوت ما با تیوی پلاس این بود که اون میگه آقا شما وضعیتتون چی بود؟ آقا تیوی پلاسیای عزیز، آقای حمید فرانی شما بیا توضیح بده که آقای سید محمد رضا حسینیان که روز اول اومد دامین ریتم زندگی رو گرفت، اومد این تیوی پلاس رو راه انداخت و اصلا تیوی پلاس توسط آقای حسینیان شناخته شد و آقای حسینیانی که مجله ایدئال رو داشت، همون مجله‌ای که شما داخلش پیک موتوری بودی، هیچ کاره بودی، بعد یه ذره قلم زدی و خبرنگاری کردی. آقای محمد رضا حسینیانی که مجری بود، از گیلانش بگیر، تو صدا سیمای گیلان بود، بعد اومد تهران، بعد مجله ایدئال رو زد، بعد مجله تپش رو زد، بعد سیب سبز رو زد، دو تا فکر کنم قبل از ایدئال بود، بعدش اومد تیوی پلاس رو زد. شما کنار ایشون معروف شدی که بعد میای الان تیتر میزنی تو سایت خودت مصاحبه با مشهورترین مجری اینترنتی. یه دونه از اون شیشکی مخصوصه بعد برات خدایی بکشم، مثلا این یه تیکه جواب نمیده به اون مشهور بودن مجری اینترنتی. یا مجری مشهور ندیدی یا خیلی خودتو متوهم دیدی که اینجوری توی سایت اومدی تیت زدی. اینم در خصوص شما که حالا شروع میکنیم اصلا چی گفته راجع به ما تو مصاحبهش با آقای گلزار. قبل از اینکه مصاحبه آغاز بشه شاید خیلی از شما این مصاحبه آقای گلزار و آقای حمید فرانی رادو دیدید. اولا که این تیوی پلاس اونجا به عنوان مترسکه، یعنی شما اصلا ناراحت میشن فکر کنید که اینا با استقلال و با ثبات شخصیتی یک رسانه نشستن جلوی آقای گلزار. گلزار قبل 3 سالا داده دستشون، گفته همینی که هست، اگر دوست داری با من مصاحبه کنید بعد این سوالا رو از من بپرسید. نشون به اون نشون که وقتی صحبت میکنن اگر نگاه بکنید آقای گلزار میگه خب این سوالو پرسید، تیک میزنه با خودکار قشنگ اینجوری. اون حمید فرانی راد هم قشنگ این ور اون ور سوالا تیک میزنه که یا زبدر میزنه که این سوالاتو پرسیده. مصاحبه چالشی چیه بابا؟ مصاحبه قشنگ مشخصه، کاملا این مصاحبه قبل برنامه‌ریزی شده. سوالاتی هم بوده که مد نظر آقای گلزار بوده. اون قسمتی هم که راجع به ما صحبت کردن که حالا پخش میکنم کاملا مشخصه دیگه. آقای گلزار دیگه ما انقدر راجع بهش صحبت کردیم، از اون اینایی که میزنه و از دخترای زیر سن و از باردار کردن ترلان پروانه و تا باردار کردن اون دختر شهریور سال 99 و تا دختربازیاش تو دبی و تا کثافتکاریاش با رامین رضاییان و تا اون مچگیریاش و همه اینا رو ما گفتیم. حالا اگر گفتن این واقعیت ها بده و دروغه، من نمیدونم اگر فکر میکنید دروغه چرا ما واکنش نشون میدید. بریم اول مصاحبه رو یه تیکه ببینیم. من یه تیکه میذارم براتون، تیکه هم بهتون جواب میدم. ببینید. آقای گلزار، یه سری آدمای خیلی محدودی هستن تو شبکه‌های اجتماعی سعی میکنن که با انتشار اخبار پاپاراتزیطوری 90-10 فیک، یعنی قطع به یقین من اینو با اطمینان به شما میگم 90-10ش فیک، فقط ساختگی ذهن خودشونه برای درآمد یوتیوبی و تبلیغات و غیره. توجه کنید چی میگه یه سری آدمای محدود. خب بگو امین فردی دیگه کی الان به غیر از من سبک پاپاراتزی انجام میده؟ بفهمید بگید من بدونم باش آشنا بشم. بعد میگه 90-10 فیک. خب اگر فیک، اگر دروغه، خب چرا شما به خودتون فشار میارید اصلا راجبش صحبت میکنید وقتی میدونید دروغه؟ پس حتما راسته که اینجوری میگید. بعدش هم آقای حمید فرانی شما که خودتون، زنت، خواهرت، اون یکی فامیلتون، بابا همتون تو سلبریتی هایین، تو زندگی این افراد خودتون میدونید چی کثافتکاری توی زندگی اینا هست. از دعواتون با جیلا صادقی و نفیس روشن بگم، یا اون اتفاقاتی که افتاد با شبنم قلیخانی، یا گیس و گیس کشیاتون با یه سری دیگه از این افراد، شما این چیزا یادتون نمیاد، من دارم یادتون میندازم. اینا شد 90-10 دروغ. عجب. ادامه بدیم. میان پاپاراتزیطوری، میان سراغ آدم معروفا، به ویژه خود شما. ریاکشنتون نسبت به این آدما چیه؟ حرفایی که میزنن دنبال میکنید یا اصلا واسهتون مهمه این اتفاقا، ناراحتتون میکنه یا چی؟ من خیلی توجه نمی‌کنم همین جان، یعنی
اخبار روز رو، اخبار این دوستان حاشیه ساز رو من خودم پیگیر نمیشم. بله اصلا چون توجه نمیده، اهمیت نمیده. فقط عمه من تلفن منو سوزون به 200 نفر شما سفارش کردی آقای گلزار، من راجع به صحبت نکنم، یا سایر سلبریتی ها. بعدش هم آقای حمید فرانیرادی که شما میگی که اینا واسه درآمد یوتیوب و این صحبت هست، یه نگاه بکن به پیج یوتیوبی خودتون، یه نگاه بکن به تیترها و سبک تیتر زدنهای خودتون. راجع به زن دوم بابک جهانبخش که ما صحبت کردیم شما صحبت کرد، راجع به ارتباط نمیدونم فلان فوتبالیست با ترلان پروانه که ما صحبت کردیم، راجع به تمام چیزایی که ما صحبت کردیم شما رفتی مصاحبه کردی. قربونت برم، تا خشتک تا مرگ مرتضی پاشایی و تو مراسم و تو قبر و تو بیمارستان برای فالوور شما رفتی فیلم گرفتی. یادتون نمیاد تیترای چپ و راست زرد و نمیدونم مرد دو زنه و اون که ما راجعش صحبت کردیم گفتیم تیری سامه، ما بگیم بده شما بگید میشه حرفه‌ای رسانه. آقای گلزارم که قربونشون اصلا گوش نمیده، اصلا کجا اصلا نمیبینه. آره بعد این سوالا رو عمه من طرح کرده داده حمید فرانیراد، حتما گویا اینطوری هستش. بله بریم ادامهش رو ببینیم. ما یه تیمی داریم، این تیم اونا این اخبار حاشیه ساز رو مادامی که توهین‌آمیز نباشد به گوش من اصلا نمیرسونن، منم پیگیر نیستم. بله توهین‌آمیز باشن از مراجع قضایی پیگیری میکنیم و عربشون. بله اینا یه تیمی دارن که این تیما اگر توهین بشه فقط پیگیری میکنن. خدا رو شکر ما که توهین حالا نکردیم، البته اول چیزام سازنده بود، فقط اومدیم گفتیم حالا شما مثلا دختر 17 ساله دوست داری و اینا که توهین نیست، واقعیت خدا رو شکر. ولی خب حالا دوستان اگر دوست دارن پیگیری حقوقی قضایی شکایت هر چی ما در خدمتشون هستیم، آدرس بدم خدمتتون، سریع شکایت رو بکنید. بریم ببینیم ادامه ویدیو چی میگه. البته ما خب تو ایران هم فرهنگ پاپارازی رو نداریم، چون خیلی فضامون تعارفی و ایناست، نمیشه هم این کارو کرد. به درد فرهنگ ایران نمیخوره به نظرم پاپارازی. تا جایی که سازنده باشه برای من جذابه. نه دیگه میان تو زندگی شخصی و خصوصی آدم و سری چیزای به دروغ واقعا. بله ماشاءالله چقدر این آقای حمید به فکر فرهنگ جامعه است، اصلا من پشمام ریخته. بعد از اون من البته گلزار خوب جوابش رو داد، گفتش تا جایی که سازنده باشه، دمش هم گرم. خدایا اون ور قضیه رو میگیم این ور قضیه رو هم بگیم. بعد میای میگی تو زندگی شخصی مردم، عزیز من طرف خودش وقتی زندگیش کف اینستاه، زندگیش کف مجازیه، خودش عکس سلفی خودش رو میذاره، عمه من رفته گوشیش رو هک کرده، خودش عکس لختیش رو میذاره، خودش میره نمیدونم توی استوریا 20 استوری میذاره 1000 نفر رو فوش میده، من عامل حاشیه‌ام یا من میرم تو زندگی شخصیش؟ والا اینا زندگی شخصیشونو کردن تو چش مردم. تا هر چیزی هم که میشه فرهنگ جامعه ایران بعد اینا اگر صحبت بکنن به درد فرهنگ ایران نمیخوره، آبرومون کاری نکنن که آبروشون نره. بعدش هم اونا میرن 1000 تا کثافت کاری میکنن، اونا به فکر فرهنگ جامعه نیستن، خلاف عرف یک جامعه حرکت میکنن. والا کجا سلبریتی های دنیا میرن با 10 نفر آدم بخوابن؟ کجا سلبریتی های دنیا میرن همزمان با 10 نفر گروپ بزنن؟ وقتی ما میام اینا افشاگری میکنیم، والا همه جای دنیا حرکت سلبریتی های داخل ایران قفله. شما اونو نمیبینی؟ شما که 24 ساعت ولی تو این سلبریتی ها لام هستن. بقیه‌اش رو ببینیم چی. فقط جهت گرفتن فالوور. فقط جهت گرفتن فالوور، بقیه چیزها هم ما توریستمون. بعد جالبه که این بار اولشون نبود راجع به ما صحبت کرده بودن، قبلا هم راجع به ما صحبت کردن و راجع به مثلا اینکه ما پرسونال برندینگمون چجوری هستش یه دونه کارشناس آورده بودن چند وقت پیش توی تیوی پلاس، مثلا اسم یه چند تا آدم معروف آورده بودن، حالا مثل علی دایی، مثل علی کریمی و چند نفر دیگه. اون لاما اسم منو هم آورده بودن و از مردم راجع به ما سوال میکردن، در صورتی که این اسامی آورده بودن به خاطر این بودش که تیتره پر کلیک بشه، به خاطر اینکه پول گرفته بودن از یه اصطلاحاً اسپانسری، بهش گفته بودن که بیا ما معرفیت میکنیم به عنوان یک آدم موفق، پرسونال برندینگ تو خوب میکنیم، با کلاس میکنیم، مفت این اسامی هم میبریم. اگه من آدم مهمی نیستم، اگه من حرفام دروغه، اگر من چرت و پرت دارم میگم، اخبار فیک دارم میدم، خب چرا شما اصلا منو میکنید تیتر برنامه‌هات؟ ببینیم مثلا چی گفته توی دیگه از برنامه‌ها.
نسبت به آقای امین فردین کی نظرشو میگه؟ چند نفر تو میشناسید؟ هیچ کی نمیشناسه؟ سلام، خاطره عسکری هستم، تراپیست پوست و مو. ایشون اولین خبرنگار پاپاراتزی ایران هستن که حالا سوای قشنگی یا زشتی کارشون ولی یه کار خاص میکنن که اولین نفری هستن که حالا این جسارت رو داشتن که یه سری افراد رو به چالش بکشن. خب اینجا نسبت به من یه بنده خدایی صحبت کرد، دمش هم گرم، حالا یکی اما تعریف کرد. اما این آقای کارشناس که من نمیدونم شون مدرکشون از کجا گرفته، شروع کردن راجع به من صحبت کردن. اول بریم صحبتاشون رو بشنویم با کمال آرامش، بیان قشنگ بشوریم بذاریمشون. به عنوان مثال آقای امین فردین میگه که من یه سری اطلاعات رو میدم در مورد آدم‌ها، یه سری صحبت میکنم که اصلاح اتفاق بیفته. ولی چقدر حس صداقت و حس پایبندی به این قول در خود شما به عنوان یک کسی که کارشناس رسانه هستید شکل میگیره؟ نه خب از طرز بیانشون، از چیزایی که میگن، من 1% هم در واقع حس صداقت و اینکه میخوام اصلاح کنم به در واقع تلقین نمیشه همچین اتفاقی. یعنی برای این دوتا اول بعد اون شیشکی مخصوصه رو بکشم. گوزو، من کجا گفتم میخوام تو جامعه اصلاح ایجاد بکنم؟ من نماینده مجلسم؟ مگه من استاندارم، شهردارم، نمیدونم رهبر اون جامعه یا رئیس جمهور اون جامعه که بخوام اصلاح توی جامعه انجام بدم؟ اصلاح کاری یه شخص دیگه است. داداش ساقی تو عوض بکنه. من اومدم گفتم آقا من افشاگری میکنم و واقعیت‌ها رو میگم. حالا میخواد اصلاح صورت بگیره یا نگیره، اون بعد خودشون برن یه نهادهای دیگه این کار رو بکنن. آخه یه عده ما رو با رئیس جمهور و رهبر و نماینده مجلس و استاندار و فرماندار شهردار و اطلاعاتی و اشتباه گرفتن. داش رسانه وظیفش مشخصه. ما در سبک پاپاراتزی افشاگری میکنیم، بعد اون گوزو انچوچه که روبروش هم داره میگه شما به عنوان کارشناس رسانه، مثلا کی این کارشناس که بخواد بیاد راجع ما صحبت بکنه؟ خب منم الان حسم نسبت به تو حس گوزه، بعد بیام بگم مثلا حسم گوزه به تو؟ مثلا حس صداقت میخوام نداشته باشی، تو کی که اصلا بخواد راجع من نظر بدی؟ اون رسانت رو صحبت بکن. شما که اومدید محمد رضا حسینیان دور زدید، یادم رفت بگم اون ویدیو 7 حرف شد، اومدن دور زدن رسانه رو از اون گرفتن، از محمد رضا حسینیان سرش کلاه گذاشتن به معنای واقعی کلمه. بعد اومدن تیوی پلاس رو زدن. بعد اومدید چون شدی کارشناس رسانه رو شما اظهار نظر میکنی؟ تو این کارشناس رسانه بودنت تو چی میفهمی سبک پاپاراتزی چیه؟ شما چی میفهمید سبک اجرا چیه؟ همین شیشکیایی که شما الان دارید میبینید یه سبک اجرای قابل توجه سر دوستان. خواستم بگم اطلاعات عمومیشون بهشون اینا نمیدونم بسین از کجا اومدن، ندیدم. یه 4 تا تلویزیون خارجی، RTL آلمان ببینید، وکس آلمان ببینید، یاد میگیرید ازشون. حتی این شیشکی کشیدن هم سبکا، خواستم بهتون بگم بدونید. البته شما ماشاءالله در فرهنگ مدیای ایران هستید و اینها براتون اصلا عرف کلاس داره اینا و نگم براتون. اینا رسانه دارا شدن. آقا شمایی که منو 90 به 10 دروغگو خطاب میکنی دیگه تهش خونده است وضعیت رسانه‌های تو ایران چیه. شما دارید خیانت میکنید به فرهنگ اون جامعه. شما خودتون میدونید چه وضعیتی هست، چجور دارن سلبریتی‌ها تو ایران کثافت کاری میکنن، چجور دارن سوء استفاده میکنن. هرچند شما نونتون دارید از این قضیه در میارید، ولی وقتی ما رو دروغگو خطاب میکنید این نشون میده که شما از کجا زورتون گرفت. بیافتید دنبال پرپاچه نمیدونم گلزار و 4 تا آدم دیگه که بتونید باشون 4 تا مصاحبه بکنید که وضعیتتون رو بهتر بکنید. نمیخواستم جواب بدم چون شما اسم آوردید تو ویدیوتون راجع به من صحبت کردید، من دارم راجع بهتون صحبت میکنم، من کارتون نداشتم. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.